بله این یه خلاصه جمع جوری بود از آنچه که آقای بهمنی عزیز و نازنین هفته گذشته پیرامون دعا فرمودن. ابتدا درباره خود دعا صحبت فرمودن برای اینکه دعا شکل بگیره. حتما خاطرتون هست فرمودن ما 3 رکن رو نیاز داریم، یکی اون طلب کننده، یکی خود اون موضوع نیاز مطرح شده توسط سائل و دعا کننده، یکی هم اون وجود بی نیاز مطلق. بعدش هم پیرامون در واقع انواع دعا صحبت فرمودن، دعای زبانی رو تشریح کردن، رسیدیم به دعای قلبی و عملی که انشالله امشب محضرشون هستیم و کامل ازشون یاد میگیریم. آقا سلام عرض کردم، خیلی خوش آمدید. سلام بر خوشحالم از شما زیارتتون. بینندگان برنامه یاد خدا. محبت دارید، مخلص شما هستیم. خیلی مختصر مفیدم آقا معمولا سلام علیک میکنن و سریع میرن سر اصل مطلب، خیلی هم بجا. آقا در خدمت، من نمیدونم اشتباه گفتم یا درست گفتم. صحیح فرمودید. حالا میخواین شما بازم اگر بله درست و خیلی مقدمتاً به اختصار. سلامت باشید. دعای قلبی عرض کردیم دعا سه شکل، یعنی با زبان و در قلب و در عمل. درست. من برای زبان که شایع هست در میان ما و شناخته شده است نمونه هایی از قرآن رو ذکر کردم. بله. برای دعای قلبی نیافتم، نمیگم نیست در قرآن، چون گاهی ممکنه گزارش های قرآنی ولو به لفظ در میاد اما الزاما لفظی نبوده باشه. درست. خطورات قلبیه که به زبان جاری شده. نه اصلا به زبان به اصطلاح، در اصطلاح معناشناسا میگن در رمزهای زبانی گزارش شده. یعنی به زبان در آمده، در ذهن، در قلب مثلا ابراهیم علیه السلام درسته خطور کرده و قرآن که بیان میکنه اون رو به شکل زبانی برای ما بیان میکنه. در رمزهای زبانی. وگرنه اون دعایی که در قلب انسان بیاد و بعد به زبان جاری بشه ما میگیم دعای زبانی. بله، چون در قلب ما هم یه جور نطق انگار اتفاق میفته. ما معمولا تفکر ما با نطق ما هماهنگه، انگار داریم سخن میگیم. خب آخه موضوع اینه که دعا، حالا اینجا اگه گزارش قرآن نکنه یا ما چجوری متوجه میشیم مثلا دعای قلبی رو؟ چه نمودی داره؟ عرض کردم گزارش های قرآنه دیگه. میگم اگه گزارش های قرآن نباشه حالا دیگه اونا رو خود وجدانیه، خود هر شخصی متوجه خودش میشه. البته ببینید انسان میتونه با قلبش با خدا نجوا بکنه. بله. در عباراتی در نهج البلاغه هست که درباره برخی بندگان خاص میفرماید ما بره لله عزت آلاؤه، پیوسته برای خدا که عزیز باد نعمتهایش یا قدرتش، در برخی آلاء رو که در سوره الرحمن هست خلاف مشهور. این رو آقای صاحب تفسیر کوثر جناب آقای یعقوب جعفری تحقیق کردن که آلا در سوره الرحمن به معنای نعمت ها نیست، به معنای قدرت خداست. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تحقیق جذاب و جالبیه. قدرت. توصیه میکنم علاقمندان. بله. طی مقاله در فکر کنم ترجمان قرآن حدود 7-8 سال پیش 10 سال پیش چاپ شد. جالبه. آقای یعقوب جعفری مفسر قرآن، تحقیقات منفرد متفردات خواندنی دارن. برای علاقمندان میتونه جذاب باشه. خب حالا من وارد تفصیلات اون نمیشم، اون خودش بحث جداگانه‌ای داره. میفرماید ما بره لله عزت آلاؤه فی البرهة بعد البرهة، در برها، در مقاطع زمانی عبادون، بندگانی هستند که ناجاهم فی فکرهم، خدای تعالی با اینا نجوا میکنه
در فکرشون. شما نجوای در فکر رو چجوری میتونید تصور کنید؟ دیگه زبان دخالت نداره. فکر یه فرایند ذهنیه، در درون انسانه. کسی به شکل محسوس کسی نمیتونه بشنوه، احساس کنه. و کلمهم فی ذات عقولهم، در عقل این، در ذات، در درون عقل اینها خدا باشون تکلم میکنه. ببینید اینجا خیلی به اصطلاح یه چیز شگفتی وجود داره که طرف سخن، آغازگر سخن خداست. خدا فاعل نجواست، خدا فاعل تکلمه. ناجاهم، کلمهم. اینا بعد در اون ابتدا داره فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات. فترات اصطلاحیه که برای زمانی که حجت ظاهری وجود نداره، یعنی پیامبری نیست، امامی نیست، این بندگان وحی دریافت نمی کنن، اما اینگونه خدای تعالی در درونشون بایشون نجوا میکنه. اینو گفتم برای اینکه این به اصطلاح نطق درونی، این خواسته های درونی رو کمی تصویر کرده باشم. بنابراین من خودم نمونه صریحی که نیافتم، نمیگم نیست، اما همه ما بالوجدان اینو تجربه کردیم. ما خیلی وقتها بوده که صامت بودیم، بله، اما در درون خودمون قوقایی بوده. بله، مشغول دعا و خواست. نمونه یادم اومد در حالات مرحوم رجب علی خیاط. کسی نقل میکنه که من رفتم خدمت ایشون، من جزئیاتشو نمیگم، و احساس کردم داره ضمیر منو، باطن منو که خیلی مطلوب نبوده مشاهده میکنه. فوراً یا ستار گفتم. نمیگه به زبان که مثلا رجب علی همونجا حضور داشته. ایشون میپرسه که تو چه کردی از نظر من پنهان شدی؟ خودش نقل میکنه که من شروع کردم به اسم ستار الهی متوسل شدم، یا ستار گفتم. رجب علی پرسید چه کردی پنهان شدی؟ عجب. آره، لازم نیست به زبان بیاریم. بله بله، تو ذهن قلب بگذره. بله. و دعای عملی. برخی دوستان ما از فضلا که اساتید فلسفه هم هستن تبیین خوبی داشتن، من اونو میپسندم. اینجا هم مثلا بیانش خالی از لطف نیست. خواهش من. دوستی داشتم استاد فلسفه بود، مرحوم شد، خدا بیامرزه. روحشون شد. ایشون میفرمود که فقط زبان و قلبم نیست، خود فعل طلبه، دعاست میگفت. این تبیینش به این شکله که شما هر کاری که میکنید هدفی دارید برای رسیدن به چیزی. احسنت. میشه دعا دیگه. طلب، اصل طلب. چون گفتیم دعا درخواست از بی‌نیازه. بله بله بله، راست میگی. اصل طلب هست درش. خب بخشی از چیز بود، درسته؟ بله بله. طلب خواستن دیگه. بله. اگر شما اون چه رو که مطالبه میکنید در عملتون برای خدا باشه، میشه مصداق دعا. بله، منظور همین بود دیگه. بله دقیقاً. دعایی که برای رضای، یعنی حرکتی که در جهت قرب الهی صورت شما مفهوم عام رو به کار آره میشه دعا. من میخوام اونو مثلا دقیق‌تر کوشش میکنم دقیق‌تر عرض کرده باشم. اینکه وقتی شما عملی را انجام میدید و اون عمل رو برای خدا انجام میدید، اون برای خدا بودن طلبه. اون برای خدا را از کی طلب میکنید؟ درسته شما عمل میکنید ولی اونو از خدا میخواید. خود عملتون دعاست. این برای من پذیرفتنی و دوست داشتنی بود
که شما میتونید هر من گامی درست متوجه شدم، اگه اشتباه بود اصلاح بکنید. مثلا کسی میره سر کاری میکنه برای کسب روزی، بله برای اینکه به اصطلاح زندگیشو بچرخونه و اینا، اما حواسش به این هستش که روزی من رئیسم نمیده، خدا داره میده، این واسطه است و من برای که از او بگیرم دارم این عمل رو انجام میدم. این میشه مصداقش؟ بله دقیقا. یعنی این مجموعه یه هندسه ای از به اصطلاح مختصات میخواد که عمل بشه دعا. درسته. این شدنیه. با نیت خدایی، با نیت خدایی درخواست از خدا میشه. جالب. هر گامی برمیدارید به خودتون تکیه ندارید، به قول شما به رئیستون تکیه ندارید، به آفریننده همه اینها، من اونی که زمام امور دستشه. آره قرص رو میخورم، این شربت رو میخورم برای اینکه خوب بشم، اما میدونم این منو شفا نمیده، شفا دست خدا. هو شافی، آره. هو رزاق. آره. بعد اون موقع فعل شما، هر کنش شما، اونی که گفته مثلا اونایی که دائم در نمازند، آره. خوشا آنان که دائم در نمازند. بله. این شاید اینجوری خیلی تبیین پذیر، حتی وقتی میخوابه رضایت خدا رو طلب میکنه، که بزرگان میگن هر کاری میکنید، هر کاری ولو جزئی، رضایت خدا رو در نظر میگیرید، برای خدا انجام بدید. اون موقع اون برای خدا بودن خود فعل میشه دعا، خود فعل میشه درخواست، خود فعل میشه در نیاز. این تبیینی بود که از قول یکی از دوستان خیلی عالی فیلسوف ما عرض کردم و پذیرفتنیه. زنده باش. حالا بریم سراغ رکن نیازمند و دعا کنندگان. دعا کنندگان هم اقسامی دارن. خب میخواین اینجا یه فاصله بگیریم از دوستانمون، برگردیم بعداً ببینیم که اقسام نیازمندان و دعا کنندگان چی یه هست. نگاهی به این داشته باشیم که اینها چطور میتونن دست خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. آقای حسین زاده قطعاً یه چند ثانیه حال ما رو بهتر از قبل خواهند کرد. برمیگردیم و ادامه میدیم گفتمون. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که همه دعاهای خوب در حق همه ما به اجابت برسه و اون دعای اصلی که شاید خیلی از گرفتاری ما، گره‌های کور زندگیمون بسته به او هست، همه مردم دنیا، دعای اللهم عجل ولیک الفرج هست که اگه مستجاب بشه از قبلش خیلی از دعاها به اجابت خواهد رسید. خواهد انشاءالله در حق همه مستضعفان و نیازمندان دنیا این دعا به اجابت برسه و چشممون به جمال حضرت حجت چه زودتر روشن و منور بشه. خب حاج آقا فرمودن که دعا کنندگان هم اقسامی دارن. الان قرار هستش بر ما تبیین بکنن اقسام دعا کنندگان، کسانی که از خدای بزرگ و بی‌نیاز مطلق چیزی خواسته ای دارن. ببینیم چه اقسامی دارن. بفرمایید. بله، بنده با توجه به برخی آیات دعا کننده ها رو به دو دسته پایدار و ناپایدار. اینها خدای بی نیاز رو میخوانن هر دوشون، ولی برخیشون در دعای خودشون پایدارن. برخوردار که شدن دعا رو فراموش نمی کنن، ترک نمی کنن. برخیشون نه، به محض این که به خواسته خودشون رسیدن دیگه بی نیاز و نیاز و همه رو فراموش میکنن. این رو من نامش رو گذاشتم دعا کنندگان پایدار، یعنی عنوان دیگه نیافتم مناسبتر. یه ذره باید بیشتر توضیح بدیم. بله، با نمونه ها توضیح میدم. آره، چون می‌بینیم مثلا آدم یه خواسته ای داره، وقتی به خواستش میرسه دیگه باید برای چی به اون خواسته باز از اون خواسته رو خواسته های دیگه. آره، ولی مثلا من میخوام که توی دانشگاه قبول بشم، از خدا خواستم و توی دانشگاه قبول شدم، دیگه چرا باید از خدا بخوام بازم توی دانشگاه قبول شم، تو همون دانشگاهی که یه بار قبول شدم؟ شاید این بعضی اینجوری برداشت کنیم. این یه ذره بیشتر توضیح. بله طبعا مراد من همون خواسته برآورده شده نیست. آره. مطلق خواسته.
خب وقتی کسی مطلق اون انتم الفقراء الی خب مگه میشه اصلا کسی چیزی از خدا طلب بکنه دیگه چیز دیگه ای نخواد تو زندگیش؟ حالا نمونه هایی رو میبینیم در داشتیم. قرآن. بله، یه نمونه اینه در سوره، این نمونه های مطلوب رو که دعا کنندگان پای دارن، من 3 نمونه آوردم، هر 3 از سوره مبارکه فصلت. دعا برای کننده من های این- پایدار. بله، چشمگیر بود که چطور در فصلت چه چیزی هست در درون این که این در اونجا بیش از همه متراکم تره. این بله بله. در آیه 15 تا 17 فصلت توصیف میکنه که کسانی که ایمان میارن با آیات ما چه خصوصیاتی دارن و چه کار میکنن، تا به اینجا میرسه که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، از رخت خواب ها فاصله میگیرن، پهلو تهی میکنن از رخت خواب، چون پهلوهای ما به رخت خواب که میچسبه دیگه نمیخوایم ازش جدا بشیم. بله. بعد این تعبیر داره که یدعون ربهم خوفا و طمعا. یدعون به صیغه مضارع اومده، یعنی پیوسته دعا میکنن. نمیگه چی دعا میکنن، اصل این که اینها درخواست کنندن، سائلن. یدعون خوفا و طمعا، با خوف و طمع. خوف از کاستی ها و کرده های خودشون و طمع هم به فضل و رحمت الهی طبعا. بله. بعد متعاقب این بیان خدای تعالی میفرماید که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. چون اینها در اون به اصطلاح از رخت خواب که فاصله میگیرن، همه خوابن، تو اون دل شب با خدا مناجات میکنن، این خیلی برای خدا محبوبه. خدا هم با این بیان میگه اینها نمیدونه کسی چی خدا براش مخفی کرده، چیزهایی که چشم روشن میکنه. جزاءً به ما کانوا یعملون، باز یعملون دلالت بر استمرار داره. خود دعا هم یک عمله، مصداق یک عمل نیکو و پسندیده است. نمونه دیگه از همین سوره سفارش به پیامبر اکرمه که واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. صبح و شب خدا رو میخونن، لا ینقطع، مدام به پیامبر توصیه میشه با اینا صبر کن، در کنار اینا بمان. یریدون وجهه، باز یریدون هم استمراره، یعنی پیوسته وجه الهی رو میخوان. این پیوستگی مراد من، پایداری مرادم اینه که قطع و وصل نمیشن، پیوستن. این پیوستگی رو در انواع دعا که عرض کردیم که گفتیم خوشا آنان که دائم در نمازند، به گونه‌ای ترسیم کردیم که هم زبانیه، لازم نیست مدام با زبان سخن میگه، هم قلبیه هم خود عمل. بله. این یدعونه میتونه مصادیقش هر 3 این هیتا و به اصطلاح تمام شب و روز رو پر کنه، حتی حالت خواب رو. عجب. حتی حالت خواب، این که میگه خواب مؤمن عبادت هم عبادت. بله، شاید همینه. وقتی که میره که بخوابه، برای خدا میخوابه، خود خوابش مصداق دعا میخوایم مشخصا بگیم. دعا عبادت. بله، مغز عبادت هم هست توی روایت. تقریبا به همون مضمون در آیه 52 سوره مبارکه فصلت میفرماید لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، با همون
مضمون که اونجا فرمود وصبر، اینجا میگه اینها رو طرد نکن، از خودت نران. کیا رو؟ اونهایی که مدام درخواست کنندن از خدا. ویژگی اینها اینه، اینا رو یریدون وجهه ما علیک من حساب میشه و الی آخر. این نمونه دعا کنندگان پایداره که با اون شعر زیبا خیلی هماهنگه. خوشا آنان که دائم در نمازن. یک عده هستن ناپایدارن. نمونهش در سوره مبارکه یونس آیه 12 فرماید ولما وقع علیهم الرجز قالوا. این داستان فرعون و قوم فرعونه که با آیات الهی دچار گرفتاری شدن. یه نکته هم اینجا عرض بکنم راجع به آیات. ما برای آیات الهی در میان متدینان، همه متدینان شیعه و سنی سراسر جهان، لفظ مفهوم معجزه رو اصطلاح کردیم. نمیگیم مثلا آیات 9 گانه که قرآن میگه 9 آیات، درست. ما میگیم معجزات. قرآن هیچ جا آیات خودش رو معجزه ننامیده. نه این که مصداق معجزه نیست ها، درست. ولی قرآن به اینا معجزه نمیگه، میگه آیه. حتی اونهایی که زحمت هم ایجاد کرده برای فرعون، حتی اونی که فرعون هم نابود کرد، خدا میگه اینو آیه قرار دادیم برای عالمیان. ببینید پیشورز آیه اعانت خداست. آیه یک کمک شناختیه، نشانه است دیگه. بله. نشانه میگذارن که شما راه رو پیدا کنید. دقیقاً. در درون مفهوم آیه یک معنای مهربانانه وجود داره. معنایی که خدا انسانگرا میشه، میخواد راهنمایی کنه. چون دوست داشتم این آیه رو برات قرار دادم. آره، انسان رو. ولی در درون معنای معجزه که ما ساختیم، برساختش کردیم برای اون چرا که خدا آیه فرموده، نامیده. در درون معجزه به عجز کشاندن بشره. خدا نیازی نداره ما رو به عجز بکشونه. ما عاجزیم. این تصادفی نیست که قرآن هیچ جا به اینا معجزه نمیگه. این نقدیه به تاریخ ادبیات دینی ما که چرا ما خود مفهوم قرآن رو به کار نمیبریم. آیه نشانه است، آیه مهربانیه، همش لطف آیه. اما معجزه فلسفهش به عجز کشاندنه. این شاید به درد متکلمان بخوره که میخوان همدیگر رو عاجز کنن در مناظره. این رو به مناسبت عرض کردم. خیلی ممنونم که لطف شامل الهی رو حتی در آیات. بله. چون آیه‌ای که میخوایم دربارش بحث بکنیم درباره دعا کنندگان ناپایدار، درباره که یه آیه الهیه که بر فرعون، برای قوم فرعون خدای تعالی آورده، اونا رو به زحمت انداخته. بله. ما منتها فرصت نداریم که این آیه رو بررسی بکنیم. فرصت برنامه‌مون تموم شد. ما تا اینجا اون دو قسمی که برای دعا کنندگان فرمودید، دعا کنندگان پایدار رو از شما شنیدیم، دعا کنندگان ناپایدار رو که مصداق آیاتش رو می‌خواستین بفرمایید. باشه، اگه اجازه بدین موکول کنیم به برنامه بعدی. در خدمت شما. زنده باشین. خیلی ممنونم. اوامری ندارین؟ زنده باشید. محبت دارید. استفاده کردیم. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت،